در مراسم افتتاحی این نمایش جالب و تماشاباب که با اشتراک نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رهبریت وزارت فرهنگ، اتفاق رسامان و دوستداران صنعت و هنر برگزار گردید، ذکر شد که در زمان صاحب استقلالی کشور مسئله حفظ، ترمیم و برقرارسازی آثار تاریخی و فرهنگی به یکی از سمت‌های اولویتناک سیاست فرهنگی جمهوری تاجیکستان تبدیل یافت. این روند همچون جزء مهم خودشناسی ملی و احیای ارزش‌های تاریخی و فرهنگی اهمیت مخصوص کسب می‌نماید. طبق اطلاع تشکیل کنندگان، تمام آثار نمایش نو پس از روند مرکب ترمیم و تحکیم بار اول به معرض تماشای عامه گذاشته می شود. اکسپوزیسیون نمایش از جهت ژانر و سبک خیلی رنگین بوده، اثرهای واقع گرایانه و تخیلی را فرا می گیرد. تماشابینان امکان پیدا نمودند که با بهترین نمونه‌های ژانرهای چهره‌نگاری، منظره‌نگاری، تصویر لحظه‌های تاریخی و روزگار مردم شناس شوند. اثرهای در نمایش بوده اولین مراتبه از سالهای 1960 عصر گذشته این جانب به معرض تماشا گذاشته شده ایستادند. سبب اساسی این در ضرورت ترمیم و تحکیم آنها بود و امروز ما آنها را در شکل اصلیشان پیشکش عامه می‌گردانیم. هدف این نمایش از آن است که تماشابینان ما توانند با آثار رسامانی همین سالهای 1960 شناس شوند. یک اثر خرد همین صنعت تصویری می‌تواند بهر ما یک عالمی باطنی، جهانی باطنی یک رسام را به ما نشان دهد که چقدر رسام با اسلوب خاص میتواند همین طبیعت زیبای تاجیکان را به تماشابین افشا نماید. جایگاه مخصوص را در نمایش اثری رسامی آلمانی وینکلر با نام منظره کوهی میانه عصر 19 اشغال میکند که قدیمترین نمونه در کلکسیای پیشنهاد شده محسوب یافته همچون گوهر نمایش شناخته می شود. چورابینی مذکور ادامه تدبیرهای سازنده در سمت احیا و حفظ میراث گرانبهای فرهنگی در دوران صاحب استقلالی به حساب رفته، محور نمایش را 73 مصوره نادر تشکیل می‌دهند که محصول دست رسامان معروف اتحادیه شوروی از جمله خوش محمدوف، سیدورنکو، خوشبختوف، باباریکین، هایدروف و دیگران میباشند. دوستداران صنعت میتوانند تا 20 می سال 2026 از نمایش دیدار در آثارخانه ملی دیدن کنند.